استحصال یکایک شما با حاضرین عزیز و ارجمند، تماشابینان گرامی قدر و هواداران برنامه مهرنامه. چون هر وقته با شما هستم راوی برنامه رخشانه نارور و امروز ما قرار داریم در باغچه رقم 9 به نام مهرگان و با کمک و دستگیری مدیره کودکستان رازق و زرینه امروز ما در اینجا قرار داریم تا از دانش و مهارت، ملکه و استعداد شعرخوانی خوانندگان این کودکستان آگاهی یافته باشیم و ما را همراهی نمایید. باوری داریم که به شما نیز پسند می آید.
جاویدان آسمان شاه بحر کودکان. فرزند باشد شان باشد یاری پیر و جوان باشد مادر از سودان باشد پدر از خندان باشد فرزند باشد شان باشد زیرک باشد کردان باشد بحری نو خلق و وطن که چیزهایش بر جان باشد همصف گشته با خوشبختان در اجرای پیمان باشد مادر از وی سودان باشد پدر از وی خندان. شکر گویم از من است و من استی مادر است از برای من نگانه در همه بحری برست. وطن به من مادر است به جانم برابر است مهری وطن همیشه چو دل مرا در بر است. Здравствуй, солнце золотое, здравствуй, небо голубое, здравствуй, волны ветерок, здравствуй, маленький дубок. Мы живем в одном краю, всех я вас приветствую. Ватан барджало басон от касам, папоки удировон от касам, баку бадасту, падомони ту. با مرغبان آسیانت قسم که جان و تنم را فدایت کنم همه اشتیم را با پایت کنم که جان و تنم را فدایت کنم همه اشتیم را با پایت کنم قسم قسم به نامت قسم ای وطن 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 به نامت قسم ای وطن به هر برگ تهی زهرین تو به نام آمرانی زبانت قسم به هر بان و باغ و بدخشان تو به هوجند و ظرفسانت قسم به پیکان وای کاهی حیات به هر بار جسنی جوانت قسم 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 به نامت قسم ای وطن 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 به نامت قسم ای وطن. وطن به من مادر است به جانم برابر است مهری وطن همیشه چو دل مرا در بر است. پرچم تاجیکستان چون بخیاوری ما خوش ریسان همیشه تا بنده بر سری ماست. از اولی ما باشی چه جاوی با کشوری ما آورده ای تاجیک دا آورم گدیده مشکور بکا باورم گوینگ شکور. همه وطن هستیم و خرسندی هم تویم و ریشه پیوندیم با تمامی مردمی دنیا هم تویم و خرسند و دلبندیم وحدتی ما اقتداری ما وحدتی ما افتخاری ما. السلام ای مردمی فرهنگ دوست دیده دیدارت ما را مکس. السلام ای چهره‌های آشناس توتیانی ماست خاکی پای دست. دیاری نام دارم تاجیکستان امیدی افتخارم تاجیکستان در آغوش تو من شاد و فرحمند توی اوج برارم تاجیکستان همیشه گل کن و نشع و نوا کن به 10 آوازه دارم تاجیکستان
27 ایونی سالی 1997 در مسکو بین حکومت جمهوری تاجیکستان اعلان کرده با همین به جنگ 5 ساله ای شهروندی و برادرکشی خاتمه داده شد. این روز را روز وحدت ملی گفتند. اساسگذاری دولت ای پیشوای ملت آورده بخری مایان هم سود و هم صداقت سر شد از حضورت از نوشنی نورت این شعر تقدیمی تو از خلق با غرورت. وطن 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 جا برای ما تن جا چون پدر و چون مادر منو گرفته در بر. ای وطنی ما هستی تو زیبا آزادی و بخت داده ما را. مهری مادر جان هر جا که مادر باشد هم مشکل آسان باشد. صد هزاران شکری دوران میکند جان ریدای تاجیکستان میکند خوله های کوهستان رفت فخر با این باغوبستان میکند. با ما از گنج آور نانی گرمی مادر و صلح جاویدان آسمان صاف بحری کردکان. شاده بر مرغ عشق بر آسمانی پاک تو شکفته نخل دستی بر آبی تو بر خاک تو. وطن سرشت من به قوسر نوشت من زمان سرجوهشت من بیشت من I love you mommy, I love you mommy, yes I do. Is a concern I have for you. Thank you Majesty, I saw you. Thank you Majesty, thank you Majesty. Thank you, Majesty. I love you. وطنم تاجیکستان دوست دارم از دل و جان چمنت باغوبستان هر گوشت گلستان. با شوق نویسیم ما غزل آرد شما الهامی ما تا راز دل افشا کند این خزانی خوشخوان ما. ای کشوری آزادم ملکی طرب آبادم شادانه سرود خوانم تو منبع جانم هر گوشه از زیبا شد شادی بختی دلها شد عمر شمه سمت خروش. تشکر به تو بادا افتادم من از غمخوریت بسیار شدم تو یک اون خواهم کرد تعظیم که بر من داده ای با صنف تعلیم. سل جاودان آسمانی سال بر کودکان. آب هست و حیات باردار است آب هست و زمین کشتکار است در هستی آب هستیم در هستی آب فیضگار است. دیاری شهری آسما نوایی تو نویدی ما چشم اول خدا رسیده به من وطن. نامه
نام تنگ دیزبا و تاریخ تاجیکان بهم بیمان قهرمان وطن از دلها میبرد از غم وطن نادان را میکنه دادن وطن نازنین نبسا دلشین هست پاک برگبا یک تا داره زمین باز باز میده از روز و از قدیاتون دوستا آباد شد وطن جا برای مطر رجا چون پدر چون مادر ما را گرفته دبا وقتی بی کیفته دادی دانی شاده دادی آزادی مبارک آبادی مبارک برچمان گشکوفه بخش من دایما در دلم محکم است این سخن جسم من جان من تاجیکستان من وطن جان برای من تن و جان چون پدر و چون مادر مرا گرفته در بر مکتب و کتاب دادی دانش آزاد دادی آبادی هم مبارک آزادی هم مبارک تاجیکستان تاج دولت بر سرت راد و مردانی وطن اندر برت از خدا دارم تمنا ای عزیز جاویدان رخشان بماند اخترت تاجیکستان تاجی دولت بر سرت تاجیکستان صلح و وحدت بر سرت درس میدارم تو را ارجان نودیم علم و دریقت باغ و پرت ای وطن اینقدر نقش و جان پری من کلام بشم میروم عسکری بسرت اختو برکنت جا شود بسری دشمن تیر بارون شود تاجیکستان تاجی زرین بر سرت تاجیکستان صلح و وحدت در برت دست میدارم تو را از جان جدید باغ و علم و فن باید باغ و فرد پرچم خوشرنگی ما جیربه شادی فضا مصری فردا روه تحت تو ای رهنما رنگی بشا سرخی تو لایق شد گفتگو رمز دفاعی وطن عامل بخت نگر رنگ سفید داغ هرچی شو خوش شو میشنه دل تاجیکان رقصن عالی بشم وطن شلیشتی من بقال و سرنوشتی زمین و زل و ریشتی من بیشتی من بیشتی من مادر گنج قیمت است هستیش غنیمت است قدر مادر بداند هر کس که با همت است امامدی رحمان ماشاء سری دوران و کل دانشگاه اسماعیل سامان سحر آفتاب برام بخانه مادرم از نور عرش رفته روی مادر جانی ایدی مادر زنده ایدی مادر دوسته درست مادری خود همه خانه سوری گلبسته طرفه آوه و دست عرش باره تاج سیما مادر با بخری مادر خودم اگر مادرم و جانم برابرانه وقت همیشه چون دل مرا در برم در کناری وطن ما
طوفان جان تاجیکستان بر بخت تیفلان اقبال پیران گوگو وطن جان تاجیکستان. وطن سر می شود از گهواره شیر پاک و افغانستان مادر. وطن زر می شود از آن تواره که آن را ساخته دستان مادر. وطن جا برای ما تنوجا چون پدر و چون مادر ما را گرفته در بر. مکتب و کتاب دادی دانش و آداب دادی آبادیت مبارک آزادیت مبارک. وطن سدیست من بقلا و سرنوشت من زمین و سردیشت من بیشت من صحابتی تو رنگ درای رنگ تو صدازار راسو صدازار رنگ تو. تفنن و حساب است. اگر پرسند محفل در چی باب است؟ کتاب است و کتاب است و کتاب است. با همین برنامه امروزه مهرنامه ما در کودکستان رقم 9 شهر پنجکند به نام مهرگان به انجام میرسد. اگر توانسته باشیم ذره هم باشد با قرائت شعر خوانندگان این کودکستان شما را شاد گردانیده باشیم خود را به نهایت خوشبخت احساس می نماییم. و اگر شما نیز خواهش اشتراک ورزیدن در برنامه ما را دارید پس می توانید به سراغ ما شهر پنجکند خیابان رودکی بنای به نام لایق شیرالی آشیانه سیوم تلویزیون سیمو مراجعه نمایید. ما انتظار درخواست های شما هستیم تا برنامه های من بعده و کودکستان و مؤسسه های من بعده ما را همراهی نمایید. خیر.